ما پیشتر یک نقل قول کردن و خلاصه از یک کنفرانس مطبوعاتی یکی از کاندیداهای محترم برای ما گفتن و اونا به حیث نمونه شور و شوق مردم در حالی که درباره تخلف صحبت میکردن یادآوری کرده بودن که یک نفر رأی داده بود یک بار و با کارت انگشت خود رنگ انگشت خود پاک کرده بود و بار دوم رفته بود رأی داده بود و از این آدم تکفیر صورت گرفت. من با اون کاندید محترم اگر همتون گفته باشه حتما مردم افغانستان خبر دارن، شاید همتون گفته باشه چون به من کلمه به کلمه من یادداشت دیدم. اگر این کار شده باشه اما آدم را تشویق نکنین، یکی یک کار دسته میبره و کسایی که با اون کاندید محترم در بعضی جاها رای داده بودن شیوهای بهتر هم بلد بودن، در بعضی جاها دستگیر شدن، مثلا از مواد استفاده کرده بودن که باز وقتی که 10 بار هم این کار شده بود در ولایت بغلان عین کاندید محترم در مورد صحبت می‌کنه. 10 بار رفته بود رای داده بود، 2 نفر دستگیر شد و مواد هم همراهش دستگیر شد، او را مستند ما ثبت کردیم و در شکایت انتخاباتی سپردیم. توکل از این شکایت ما با خدا تا کجا میرسه و انشاءالله که وعده مهمی است که دنبال هر شکایتی که مستند ثبت کردیم هستیم، نه به خاطر بدنام ساختن یک کاندید خودم هستم، به خاطر از اینکه رسم بد از افغانستان باشد. هیچ افتخار نکنن اگر در جای صندوق‌های به نامشان پر شده باشد و بیاین باز با افتخار بگویند که ما صندوق‌ها به نام ما پر شده و ما رای بیشتر مردم داریم. بگذارین مردم ما با فرهنگ رای‌دهی عادت کنن، این حقشان است. اونمون کسایی که مردم افغانستان یک وقت محروم ساخته بودن از حقشان و یک امتیازات ظاهرا امتیاز برشان قائل شده بودن و در بدلش مردم بی‌سواد و کم‌سواد نگاه کرده بودن، امروز مستفید و جوانه اما مردم از اونا خاطره خوش ندارن، میگن یک جفا بود و تشویق به تخلف هم به هیچ کس لازم نیست. میایم پس طرف و انگشتی که توسط پاک شده و او را نموده علاقمندی مردم و انتخابات و پروسه دموکراسی دانستن. کار خطرناک است. یک دو از این شیوه‌های دیگه هم پیروان تا بگوین استفاده نکنن، خطا نکنن. یک بار یک نفر حق رای داره، یک فرد یک رای، یک فرد یک رای، زن مرد و آزاد عادلانه سرتاسری انتخابات. اما یک نکته دیگه باز امیدوار کننده است، یعنی این قسم میدارم که یک قسم ساختگی داشته. امیدوار است که هم مثل همون روش 10 مایلی که نقل قول کردن که در یک وقت اینا 10 مایل دوش بکردن در جوانی ها، هم یک قسم ساختگی باشه با شما از این قسم نداشته باشه. اگر داشته باشه تشویقش نباید. یک فرد آمد رای داد، بعد از او کلیک خود همراه چاقو پاک کرد تا پس بتانه برد. این شهامت ببینید